اصالت مهمتره یا تربیت خانوادگی؟ شیخ بهایی میگفت اصالت مهمتره، شاه عباس میگفت تربیت خانوادگی مهم. موقع صرف شام شاه عباس 2 تا بشکن زد و 4 تا گربه شم به دست اومدن. زد پشت شونه شیخ بهایی، گفت نگاه کن، تربیت یعنی این. گفت جناب مطمئنی که هر شب اینا کارشون اینجوری میتونه باشه؟ گفت تو 100 شبم بیای اینا شم به دست میان. گفت باش. فردا شب اومد و موقع صرف شام 2 تا بشکن زد، گربه ها اومدن. اینم یه کیسه‌ای باهاش بود، کیسه رو باز کرد، 4 تا موش رو ول کرد. گربه ها شم و رها کردن، رفتن سراغ موش. زد به پشت شونه شاه عباس، گفت نگاه کن، ذات اینا، اصالت اینا موشگیریه. درسته که تونستی تربیت